دوستان سلام، انشالله وقتتون بخیر باشه. یه موردی هستی که از هموطنهای کردمون، مرد نازنینیه که دلسوز بوده، نشر کرده، دیده تو وسایلش شریکاش که از کشور عربی برای جنس فرستادن، یه سوتی هم براش فرستادن که ببینید چجور میشکافه و چی مشاهده میکنه داخل این سوتیان. یه موادیه که جاسازی شده به اضافه یه دونه قرص سفید رنگ که الان به مرور زمان باز میکنه، شما مشاهده میکنید و ظاهرا اینجور که از تحتوی قضیه برمیاد و گفتاد دوستمون، از محرکای سرطان سینه بین خانماست و اینه که دوستانی که عزیزانی که بستگانشون میخوان برن برای خرید حتما تاکید بکنن که با انگشته دست اون نوک سوتیان رو چک بکنن که موادی جاسازی نشده باشه توش و اینه که اگه ببینن چیزی رو به 110 یا اماکن اطلاع بدن که انشالله به جلوی فاجعه مجددی تو مملکتمون گرفته بشه. برقرار باشید انشالله. لطفاً برای نشر ویدیو بی تفاوت نباشید و نشر بکنید که دیگه بقیه عزیزان هم بدونن که جریان از چه قراره و تو این سوتیان چی میاد بیرون. بین اون قرص سفیدی که حبکانی که میگم، قرص سفید رو میگه که آره قرص رو الان پیدا کرده ورده بالا و لطفا اینو نشر بکنید که بقیه عزیزان بدونن که دستای در کاری که برای عزیزان و هموطنمون در سر درست بشه و سلامتی از ملت ما بگیره. لطفا در جریان باشید و این ویدیو رو نشر بکنید.